اول صداشو گوش کنید بعد بریم سراغ درست کردنش. برای درست کردن باقلوا گلاب، آب، شکر، پودر هل، جوهر لیمو و پودر زعفرون رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. روی حرارت ملایم میذاریم 8 دقیقه بجوشه و بعدش میذاریم کنار توی دمای محیط تا کاملا خنک شه. مقدار زعفرون دست خودتون رو میتونید کمتر یا بیشتر بریزید و بعدش کره و روغنمایه رو ترکیب میکنیم. میذاریم روی حرارت ملایم تا کره ذوب بشه. از روی حرارت برمی‌داریم. پودر گردو رو بهش پودر هل و پودر دارچین اضافه میکنیم. با هم دیگه ترکیبشون میکنیم و در مرحله بعد خمیر باقلوایی که از بیرون آماده تهیه کردیم یا برقش رو به این صورت جدا می‌کنید یا مقدار مثل من تا می‌کنید و بعد ترکیب کره و روغنمایی که ذوب کرده بودیم رو به این صورت یه مقدار فقط روی خمیر باقلوا می‌ریزید. فقط در همین حد، ببینید همه مراحل رو به همین صورت پیش می‌ریم. یه مقدار از پودر گردوتون می‌ریزید در همین حد و بعدش با یک وسیله مثل این که مثل حالا سیخ چوبی که چیزی گرد باشه به این صورت باقلواتون رو میپیچین و یه مقدار فشار وارد میکنید از هر دو طرف و توی ظرفتون به همین صورت میذارید تا جایی که کاملا ظرفتون رو پر کنه. ببینید به همین شکل ادامه میدید. وقتی کاملا ظرفتون پر شد کره و روغنمایی که ذوب کرده بودیم رو اضافهش رو روی تمام سطح باقلوا میزنیم کاملا و بعد میذاریم توی فر از پیش گرم شده به مدت تقریبی 20 دقیقه تا نیم ساعت تا باقلوامون کاملا سرخ بشه. اگر روش سرخ نشده این مقدار با حرارت بالا هم در آخر روشن کنید و بعد شهد سرد شده رو روی باقلوای داغ میریزیم. حتما باقلواتون داغ باشه، شهد هم سرد باشه توی دمای محیط و بعدش با هر چیزی که دوست داشتین تزیین میکنید. من با مقدار پودر پسته و گل محمدی تزیین کردم. این باقلوا رو حتما درست کنید و از طعمش لذت ببرید.